بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم، باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده هست. الدعا مخ العباده هست. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنین، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادا که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پای کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن به ضرورت خستنی شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند.